جنبش روشنایی مبارزات مدنیش را از سر می‌گیرد. شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بر ادامه اعتراضهای مدنی این جنبش تاکید نموده و از تظاهرات مردمی در دوم ماه اسد سال روان خورشیدی تاکید می‌کنند. اعضای این جنبش حکومت را به سرکوب اعتراضها و جنبش‌های مدنی متهم نموده و از جامعه جهانی می‌خواهند که از اعتراضات مدنی حمایت کند. نزدیک به 1 سال از رویداد خونین دهمزنگ کابل می‌گذرد. رویدادی که بیش از 80 کشته و 400 تن زخمی بر جا گذاشت. با وجود مذاکرات شورای عالی مردمی جنبش روشنایی با سران حکومت وحدت ملی، ظاهراً حکومت تاکنون به خواستهای این جنبش پاسخ مثبت نداده است. از این رو اینجا اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بار دیگر حکومت را به سرکوب خیزش‌های مدنی متهم کرده و بر ادامه اعتراضاتشان تاکید می‌ورزند. ما آمدیم که یک بار دیگر اعلام بکنیم که به هیچ وجه با تهمت و تهدید و تطمیع و سرکوب و فعال کردن ماشین کشتار و آدم کشی این جنبش به هیچ وجه از مطالبات خودش دست بر نمی‌داره. ما بر سر مطالبات خود هستیم. جنبش روشنایی از راه اندازی تظاهرات مردمی دیگر در دوم اسد سال جاری خورشیدی خبر می‌دهد. تظاهرات بزرگ جنبش روشنایی در روز دوم اسد از مبدأ مصلی رهبر شهید در مسیر میدان روشنایی و مقصد دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل برگزار می شود. این جنبش از نهادهای مسئول می خواهد تا امنیت این تظاهرات را تامین کنند. در همین حال اعضای این جنبش مدنی از جامعه جهانی خواهان حمایت از حرکت‌های مدنی مردم در افغانستان هستند. تغییر مسیر پروژه توتاپ یا انتقال لاین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان میدان وردک به مسیر سالنگ یکی از علل‌های ایجاد و اعتراض‌های مدنی جنبش روشنایی خوانده می شود.